تا حالا دقت کردی وقتی عطسه می‌کنی چشمت خود به خود بسته میشه؟ اگه می‌خوای دلیل علمی و عجیبش رو بدونی، همین الان لایک کن. وقتی عطسه می‌کنیم، یه واکنش طبیعی بدن اتفاق میفته. این واکنش باعث میشه فشار هوا در بینی و گلو افزایش پیدا کنه و بدن بخواد از خودش محافظت کنه. یکی از مهمترین کارها بسته شدن چشماست. چون عضلات اطراف چشم با عصب‌های صورت کنترل میشن و به طور خودکار چشما رو میبندن تا از آسیب دیدن جلوگیری کنن. جالب اینه که حتی اگه بخوای چشمتو باز نگه داری، بیشتر وقتا نمیتونی. این یک مکانیسم دفاعی بدنه تا عطسه امن‌تر اتفاق بیفته. عطسه فقط باعث بسته شدن چشما نمیشه، بلکه باعث خارج شدن ذرات و میکروب‌ها از بینی و دهان میشه و نقش مهمی در محافظت بدن داره. تو هم وقتی عطسه میکنی چشمت بسته میشه؟ اگه میخوای حقایق عجیب و علمی بیشتری بدونی، سابسکرایب کن.